سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز چهارشنبه 18 مارس همراه شما. شرخون سلیمزاده دادستان کل سابقه تاجیکستان بعد از تقریباً 2 ماه برکناریش رئیس فدراسیون مستقل اتفاق‌های کساба انتخاب شده است. روز 18 مارس در این اتحادیه کارگری بر رادیو آزادی گفتند شرخون سلیمزاده به زودی به کارش در این سازمان شروع می‌کند. سلیمزاده در مقام نوش مرادعلی صالحов را عوض نمود که او تقریباً 30 سال رهبری فدراسیون مستقل اتفاق‌های کسابه تاجیکستان را بر عهده داشت. شرخون سلیمزاده تقریباً 5 سال دادستان کل تاجیکستان بود و ماه ینور امسال امام علی رحمان رئیس جمهور بعد از تنقید کار مقامات انتظامی از جمله دادستان‌ها او را از مقامش برکنار کرد. با تعیین شدنش به مقام نو شرخون سلیمزاده و سر و صداها درباره آینده‌اش نقطه گذاشت. در طول تقریباً 2 ماه این سوال در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها میچرخید که سلیمزاده در کجاست و چی کار میکند. سرگئی لپشین یک ساکن شهر دوشنبه وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان را به دادگاه کشیده است ولی در تمام مرحله‌های دادگاهی دعوایش را رد کردند. این ساکن ناحیه سینا ظریف علیزاده وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان را به بیعملی متهم می‌کند. به قول سرگئی لپشین او به وکالتدار حقوق انسان از عملکرد دادگاه عالی شکایت کرد ولی омбудсмени تاجیکستان درخواست او را دیگر باره به دادگاه عالی فرستاد که درست نیست. ظریف علیزاده خودش قانون درباره مراجعت شهروندان را پایمال می کند. در بند 5 این قانون گفته شده است که فرستادن مراجعت شهروندان به مؤسسه و شخصانی که از آنها شکایت شده است ممکن نیست. اما ظریف علیزاده به این اهمیت نداده باز به همانجا می فرستد که این زیر پا کردن قانون است. در دفتر وکالتدار حقوق انسان به رادیوی آزادی گفتند از این پیشتر 3 دعوای دادگاهی سرگئی لپشین را قانع کردند. این ساکن دوشنبه در گذشته چند وزیر تاجیک را نیز به بیعملی متهم کرده به دادگاه کشیده بود. مادری مواتره جورای و نطاق شناخته زندانی تاجیک میگوید انتظار نداشت که دخترش را به 9 سال زندان محکوم میکنند. عالیه بانو جورای و روز 18 مارس به رادیو آزادی گفت نسبت به حکم زندان اراده ندارد و به دادگاه زینه بالایی هم شکایت نمی کند. مواتره جورای و را دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه روز 17 مارس با گناه قلابی و برنگرداندن $10,000 قرض گرفتش به 9 سال زندان محکوم کرد و دادگاه گفت با نظرداشت قانونی او مواتره جورای و بیشتر از 5 سال در زندان میماند. صحبت برنامه امروزه با عالیه بانو جورایو است و صحبت را همکارم در دوشنبه شعلای گلخواجه انجام داد. خود شما میکنه انتظارات داشتید که مثلا مواتره 9 سال میگیره برای نه نداشتیم. خیلی اینجا بفکرم گناهی سودی هم نیست. چقدری که ابنانو به دست به رسید ممکن بود یک طرف کنن اختصار کنن برای چی که باشد همین کار نشد. من هم انتظار بودم، ادوکات هم انتظار بودن، محترم انتظار بود لیکن همین کار نشد. برای هم محتر گفت من خودم گناهکار حساب نمی کنم چون که قرض گرفته کار کردن خودش گناه نیست. اگر گناه هم باشد ما اینا نمیدونستیم. حالا که مثلا مواتره حبس شدن خب تقدیر اون مبلغ ها چی میشه؟ اکنون نمیدونم. اینا از چی رفت پرسیدن در کار شما نمیسپاریدن دیگر مثلا من 67 ساله ام نفقه نمیگیرم. یک بچهش فرزندش نابالغ است. حکم شکایت بردنی هستید یا که نه بردن نیست. مواتره گفت که با هیچ کی شکایت ننویس. در حالی که تا تجلیل رسمی نوروز بین المللی 3 روز دیگر باقی مانده است ساکنان فیض‌آباد آتش تنورهایشان را روشن کردند تا هرچی زودتر سمنک بپزند و سال نو را با این شیرینی سنتی استقبال بگیرند. ساکنان روستای جوانان ناحیه فیض‌آباد و خبرنگاران رادیو آزادی گفتند در ایام نوروز 2 نوع سمنک آماده می‌کنند که یکی سمنک دیگی است و دیگری سمنک تنوری. همکاران ما برای ثبت این رسمی زیبای نوروزی به فیض‌آباد رفتند و گزارش خوبی آماده کردند که در برنامه نوروزی رادیو آزادی روز جمعه 19 مارس تقدیم می شود.
شبنمی سورایو، آوازخوان شناخته تاجیک در شهر کوالالامپور مالزیا، جایزه بهترین آوازخوان زن در میان کشورهای فارسی زبان را به دست آورده است. در این باره روز 18 مارس پرودیوسر شبنم به رادیو آزادی خبر داد. او گفت جایزه را تلویزیون مستقل آریانای افغانستان تقدیم میکند و امسال شبنم را سزاوار عنوان آوازخوان بهترین زن در میان کشورهای فارسی زبان دانستند. پرودیوسر شبنمی سورایو افزود این آوازخوان معروف تاجیک که در میان ایرانی ها و افغان ها محبوبیت دارد، امسال با دعوت مخلصان فارسی زبانش در برنامه‌های کنسرتی نوروزی در کانادا شرکت می‌کند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.